سلام بچه ها. دمانم کثیفه نه؟ آره. ظهر آدینت اون بخیر. حالا ولش کنید، اینجا رو ببین. تخم مرغ آماده کردم 10 عدد. اینجا همه آنکات ارتشی، اینا هم قبل اینکه برم آماده شستنه. حاجی تو خونه من دلیلی که هر جا فندک میبینین اینه، فقط در جریان باشین که موقع ببین من از صبح عود روشن میکنم، اینجا هم فندک هست چون شمع روشن میگه شمعه داره تموم میشه، بازم فندک ندارم با این شرایط. گردی سرشونه رو این شعره بود، گردی از تو و زردی از من. نکرمین مهمون دارم، خانم آقایی هم مهمون دارم، یه خانم آقا هم بچه های تبریز هم. ماشینشون جلوی خونه ما خراب شد، گفتم امشب به اینجا بخوابه. شمال مسافر میومد، بعد میومدی خونه میگفتی فلان اینا کیان؟ گفت مهمان هستن، بچه های بیرجندم، ماشینشون خراب شد، خیلی خانواده خوبی امروز اینجا پیش ما هستن. یاد اون موقع افتادم. الان تا مهمون داره ماشینشون خراب شد. ببین دیشب گفتم میخوام با یکی باشم فلان، خیلی فکر کردم حاجی، با یکی بودم فقط مال هوای آفتابیه. چه هوای آفتابی هم چه دل آفتابی. با این هوای ابری کیری و با این دل خارکسه رد برقی مگه میشه با کسی مون؟ چرا یه رو عذاب بدم؟ آره برمیگردیم به بازی بچه ها. حمله حاجی، میخوام امروز یه در کافی هم دوش بریزم. کافی بد نمیشه که تیزش پروتئین هم میریزم باش. این خودش پروتئین توش داره. حاجی میدونم از نظر بدنسازی اینا دیگه جالب نیست این کارهایی که من دارم میکنم، ولی حاجی حال میکنم من با حاجی. خسته شدم تو خمار خوردم، اینجوری میخورم میره بالا تمام میشه میره. حاجی بعضی دخترها از من میترسین، برای چی؟ فرار میکنین برای چی؟ حالا اون خارجی بود. یواش سمت چپ نگاه کنین، دختره داره میره. نه میبینی اون ته تاره، دیدی یا نه؟ بغل پشت سر خارکسه با سگش داشت میره، یک کون گرد قشنگی هم داشت. آقا فکر کنین من مربی بدنسازی ام، باز این مربی بدنسازی برای چی باز این کمونا رو نگاه میکنن، نظر میدن، حتی عکس کونم یارو براش میفرسته، بعد وای میسه 6 ساعت که مربی نظر بده. من چی؟ من مربی کمتره؟ بیا اینم پول رو من سر صبح، بدن منم مثل مربی شما حالا هست یا نیست دیگه، از من نترسین. گفتم از پا بده یا نه؟ بعد سگه داد میاد، من اومدم دید قیافه من روز آلوغ فرم میذاره دیگه، بعد دیدم مثلا نگاه نکرد از در رفت. آره خانوما، من عموی شما هستم، عمو برقی، عمو آیسی. یه موقع من دیدین سلام بگین عمو آیسی ماست، نترسین از من دایی شما هستم، عموی شما هستم. دختر برمیگرده، بزن مخشو میتونم بزنم خارکسه، راحت کن. حقیقت رو به قرآن بهتون میگم، بخوام برم حرف بزنم کس خارش دیگه چیزی میشه دیگه. به جان قدیر قسم حاجی، رفتم جلو گفتم های، گفت نگاه کرد گفت های، ما هم دیگه رو میشناسیم، تو کجای؟ من کجام؟ اصلا ببین یعنی تخم چپ قدیر من حساب نکرد، اصلا هیچ خارکسه زد. بابا
اینستاگرام باید باشه، ماشین باشه، قد و هیکل خالی کدوم خارکسته یا پامیده، قد و هیکل کسکش مگه نون. ببین قد و هیکل من کسکش به درد اون دختر بدبخت چی میخوره؟ نه پسرشون قد و هیکل داره، نه آقا قد و هیکل. آقا اینو نگاه کنین، وا اینجا رو نگاه کن، این مگس رو میبینی؟ مگس از اینجا کوره نمیبینه، دست منو ببین، نگاه کن، دیدی کسخلو چی به شما یاد دادم؟ بیا حال کن، بیا کیف من کثیف شد. این دختره اگه میدونست من آیسان اسلامی هم، ماشین و زندگی اینا به من پا میده، اصلا منو تخم خودش حساب نکرد. قد کل چه کسکش بازیه. My brother, thank you so much. I appreciate you man. You are my brother. آخه بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو خدای 100,000 مرتبه شکرت. خارکسته کوکائینی باشه فقط کوک زیرو میخوره کنکش. آخه شکرت. آره داداش من بعد خودم کسمشنگ نیستم. آیسان قدش بلنده، نصف ایران قدشون از من بلندره، چون الان مثلا من آیسان اسلامی اسم رفته چه قدی داره. رنگ چشش دیدین؟ چیه کسکش رنگ چش؟ رنگ داری؟ قوی سوخت متالیک داری؟ حال کن رنگو. آره پسر جان. آره داداش ما مادر نداشتیم برادر، ولی خیلی چیزا پروردگار به ما جاش داده. اینو جدی میگم و نه که مادر کسبازی در بیارم غذای من فلان، نه جای دیگر رو میگم. من میگم مادر فلان اینا، این موقع فاز چیز نگیرین. آره جلسه اولیا نمیتونست مادرش ببره، مثلا دربند این کسشرات نبودم. اونایی که همکلاسی من بودن داداش میدونم من تا سوم راهنمایی خوندم، از بچگی هم عاشق کون گرد بودم. خارکسته هر کی میگه نه دروغ میگه، اونی که زنم داره دروغ میگه. چونده تو کفه میریم ور اونور زاغ میزنه. خانوما و ایوان ناز والله به پیر پیغمبر رفیقای من زن دارم میگن میریم بیرون. آره رفته بودم مثلا با خانوم بچه‌هاش میره بیرون، میرن یه جا مثلا پاساژ خرید مرید، میگه آره آیسان یه چون دیدم وای. میگم خانم بعد بچتینا نبودن، میگم نه کسخل عینک زده بودم. خانوما شوهراتون عینک میذارن زیر چش این کونده ها رو بگیرین چسب بزنین، چسب اوهو چسب اوهو بود قطره‌ای، چسب بزنین بعد دستشون رو بدین بچه‌هاتون بگیرن، یا نه باید تناب ببندین به کمرتون، با کمر به کمر. من دیگه به خودم قول مردونه دادم با تیم خانوما باشم. مردا خطرناکن. من مجرد میمونم همه سوراخ فنفینا رو فنفونا همه رو به شما یاد میدم. آره دارم میرم سر کار دیگه. خواهرشی گاییدم روز شنبه. بابا باور کن یابو مادیان نمیگاد، یابو میشه اسب نر، اما قاطر هم بشه، نه قاطر نر میشه، قاطر جفتگیری قاطر و خر، نه اسب و خر میشه قاطر. قاطر خیلی گرونه فهمیدی؟ قاطر چون زورش بیشتره. قاطر مثل لنکروز خارکسته. قاطر قویه، قاطر 2 برابر اسب میتونی الوار ببندی. الوار هم میشه چوب و اینا، چوب جنگل دزدی میرن شمال. آره قاطر مادیان نمیگاد تو اینجا، پرنده پر نمیزنه. ما داریم سرکار حاجی گاییدیم ما رو حاجی به قرآن. والا من خودم رفیق من خونه افتاده، نه ولی باید برم کار بکنم. مرد جوهرش به کاره. ای من جوهرت گاییدم مرد، خسته کردی ما رو خار کسته. بده هیکل منو بسازه من مربی شما بهتر شم. به من دختره دایرکت داده، آره آیسان جایی بودم صحبت تو کردن، پسرها خیلی حسود بودن. پسرها با من بهترن، چرا الکی آقا دروغ و دغل میکنین؟ من دیگه آقا باید بای پسرها باشم. این دخترها دروغ زیاد میگن بعضی موقع دیگه. آره اون یکی کنباره زد جغ ترک کردم، دادم تبریک سلطان. جغ مگه میشه ترک کرد؟ الان پدر بزرگتم اگه شرقه حیات باشه سوال بکنی یه مالشی میده دودولر از گاهی. جغ و ترک کردن برای مرد اینه که آقایون قشنگ گوش بکنین، از اون حجت الاسلام و المسلمین هم جغ میزنه تا من و پدر من و خاندان من و
همه مردا جغ میزنن آقا. اصلا دروغ برای چی میگی؟ چیز طبیعیه که از انسان اومده. برای ببخشید مثل این میمونه که من دیگه خدا بخواد از 40 سالگی نمیخوام هیچ چی رو بو کنم. مگه دست توه؟ رد بشی میاد تو دماغت دیگه. اونم یه چیزی ببینی میاد تو دستت دیگه. یعنی کونه گرد ببینی یه چیزی سری میاد تو دستت. آره با واقعیت زندگی داداش روبرو باشی. من فردا صبح پدرم بمیره، من بمیرم، زندگیم به کیر بره، تمام دنیا بره، It's okay. Why not? Subscription house. نه جدی میگم، کس خارج دیگه. زندگی همینه داشت دیگه. چیکار؟ زندگی همینه. آقا من دارم میرم سر کار دیگه. مواظب خودتون باشین. خدایی میگم این ساعت رو میخوام در بیارم. من دستمزدم میزنم به این ور این ور، این ساعت خراب میشه. خسته شدم اینقدر این خارکوسر رو نگاه کردم. چون اینا سرمایه، شما جوری زمین ممین داریم، منم این زمین ممینای منه دیگه. من ندارم چیزی که حاجی. میگم پدر شما مالپال داره یا نه؟ خیلی حال میده حاجی. من که الان خودم کاسبم، الان مثلا میبینم حاجی صحبت میکنه میگه آره مثلا زمین پدر من اونجا انقدر، میگم خدا یعنی چی کار نکرد این پول بهش رسیده. آخه پدر من برجک اون شهر گاییدم. چجوری؟ آقا من قدیر با هم خوردیم دیگه. آدم کسچرم نمیدون. شانس آوردی قدیر، شانس آوردی. من بچه بودم همه چیز نخوردی، بعدا تو رو دیوار بالا میکردم، تو رو میگفتم چرا زندگی رو خوردی. هم شانس دادی با هم خوردیم. تو آخر بره کست خارج بابا. الانم قدیر جان انقدر دارم 2 نفری بخوریم به کیر بدیم تا ته. پدر جان خیلی به من میگفتی که دوست داری که من از توی تریبون نماز جمعه باهات صحبت بکنم. این تریبون من از نماز جمعه بیشتره پدر جان، گوش بکن. وضعمون یک مقدار خوب است. تو الان 66 سالته پدر من. 20 سال دیگه بخوای بری میشه 86. منم داده 35 سالمه. منم 20 سال دیگه بخوام برم یعنی 40 سال رو هم دیگه داریم پدر جان. یه جوری میزنیم خواهرشی میگایم بره. آره ولی یادت نره قدیر، ما اگه وضعمون هم خوبه باز فکر کنیم وضعمون خوب نیست. فهمیدی؟ چون ما وقتی اگه بدونیم وضعمون خوبه میریم که سریع خودمون رو به گاییدن بدیم. باید 40 سال دیگه به گاییدن بریم. هنوز پدر من خودت حفظ بکن، سعی کن کم کم پولو بخوری. من الان زنگ زدم اندونزی، گفتن جوهر تموم شد، گفتن از تایوان دارن برات میارن. وایسا پدر این جوهر پول چاپ کنه کسکش برسه، من دوباره پول چاپ کنم بفرستم برات در کشور بخور پدر من. الان 2 دقیقه دیگه زنگ میزنه. الو آقا چطوری؟ قربانت، بکش بیرون گاییدی منو. گفتم چرا قدیر چی شده؟ همه مردم زنگ زدم به من میگن قدیر پول داری به ما بدی؟ من ندارم، من فلان شدم فلان. بعد یه جا خنده میکنه و بعد میگه آیسان چه خبره؟ نه میگم ترکیه برم. میگم خب مای فلان قد که دارم بهت میدم. خب همینو بگی برو دیگه. آقا نه اونه که این اونور انقدر دادم که یعنی یک جوری برات تو هر رقمی که به پدر بدی یک جوری برات فاکتور میاره تا آخر روز که یعنی تو پیش خودت میگی وای چقدر شرمنده شدم که از اون مبلغ کمتر من به شما دادم. گرفتی چی شد؟ همیشه یه 100 تا فاکتور زیر بغل پاپا هست. قدیر اسلامی عاقبت به خیر شد. در سن 66 سالگی پسرش عاقبت به خیر شد. خودش هم داره زندگی میکنه. همه میگفتن به کیر رفتن این پدر رو به سر، معتادن. ای پدر مجردی که بچه داری، ای مادر مجردی که بچه داری تنهایی، قدیر اسلامی پدر من در سن 66 سالگی عاقبت به خیر شد. ایمانت را از دست نده. پدرش خام بود، برین بپرسین. نه از مردم، برین از اداره ثبت بپرسین. بگین آقا بنچاقای زمینای ساحلی چالوس و نوشهر بیشترش مال کی بود؟ میگن حاج نصرت اسلامی. پسر اون پدر که میشه قدیر پدر من جوری شد داداش شام نداشتیم بخوریم. ملک داشتیم، ما تو ملک 100 میلیاردی زندگی میکردیم ولی نمیتونستی بفروشی، نمیتونی پول برق نمیتونستی بدی. الان دقیقه 90 تو وقت اضافه ببین چقدر زندگی خوشگل شده. به خاطر چی؟ ایمان برادر من. اینو میخوام تو کتاب خاطراتم تو سن 40 سالگی اگر نمردم میخوام این کتاب تو 40 سالگی بنویسم. اگه الانم ببینی یه سری کارا رو نمیکنم، بیرون نمیرم، پارتی نمیکنم فلان، چون میخوام برای اون کتابه میخوام
میخوام درست برم این فرمونو، میدونی چی بهت میگم؟ نمیخوام خرابش بکنم. موقع برم اکس بخورم، یه کس شری بگم، بعد ضبط بشه بمونه، بعدا کتاب من بیاد بیرون، من بخوام تلویزیون ببرم بگن تو اون روز اکس خوردی، بعد 4 تا بچه اکس چی و فلان. نمیخوام تو اون خط برم دیگه حاجی. آره میخوام برم تلویزیون کلاه قرمزی باشه با سر قدیر. عشق تلویزیون داره میگاد خارکسه کس خول. اینو بیشتر از تلویزیون میبینن. کی تلویزیون رو نگاه میکنه الان؟ کدوم کانال؟ ایران نمیتونی بری که خار مادرت میگیرن میگن کس خول که. آره گوش کن میگم اینو بذار یه بار دیگه بهتون بگم. آقایونی که ناراحتین بچه داری نگاش میکنی میگی پدر نره مادر نره بچه تنها رو چیکار کنم، بذار اینو به شما بگم. دقیقه وایسا. من و قدیر و این عموی خدا بیامرز من توی خونه زندگی میکردیم. عموی من که فوت کرد و اینا دیگه اون خونم سوت گور شد. توی این کوچه به دنیا اومدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم. یه روزم مثل پدر بزرگ باید گریم داره میگیره بچه، یاد اون موقع افتادم. اما ما عاشق نوریم مگه نه؟ بلدم دیگه نمیتونیم. داره داریوش دیوانش هم دیگه. آره مثلا داریوش باعث شد قدیر معتاد شد بدبخت. حالا الان که الحمدلله خیلی خوب شد. آره حالا الان خودش داره همه رو ترک میده. حالا من که طرفدارشم که ولی کلا میگم اون آهنگا رو همین الان گوش کنی میخوای شیره بخوری با چایی. والا بگورم. بعد همه قدیر تو شهر مسخره که نمیگفتن آره این پول همه رو با لات و لوتا خورد و با بدبخت. میگم خدا شاهد در الان من که الان 10-11 سال ایران نیستم، اون در همسایه‌های ما میدونن خونه ما وسط شهر چالوسه، وسط شهر. این در رو واکنید تو بغل کاسبی. از در می اومدیم بیرون بعد از دیوار نگاه میکردم 60 نفر بیرون وایساده بودن که پروردگار روزیشونو داده بود دست قدیر، با قدیر میگرفتن. بعد همش میگفتم قدیر ما به کیر رفتیم، من از تهران بنز و زندگی و من خط موبایل من هم مال خط رو دارم، اون خط خودش الان فکر کنم 1 میلیارد 2 میلیارده. ولی خب میگم پول نداشتیم، آویزان تو موقعیت وحشتناک زندگی میکردیم ولی پوز عالی و جیب خالی بودیم. فهمیدی؟ بعد گفتم به خدا یادم نمیره دیگه، مثلا دیگه رفته بودم نوک مثل استاک مارکت، بعد دیگه پرت شده بودم پایین. گفتم قدیر تو حیات بودیم غروب اذان میزد، گفتم بابا گاییدی این چه زندگی کیریه پدر. یه روز بعد خدایی نمیارم لایو برای شما صحبت بکنه حاجی. آقا من ندیدم کسی به اندازه این امیدوار باشه. بعد هر شبم دوباره دعا میکرد میخوابید به منم میگفت آقا من تهران من 10 سال بهترین زندگی، دختر پسر مواد بالا، اشغال، درینگ، پارتی. بعد فکر کن برگشتیم چالوس رو زمین بغل گاز بگیر بخواب، 3 تا مرد اونا رو نگاه میکردم میگفتم خدای این چه زندگی کیری آخه. من اینجا افتادم اینا اینجا افتادن، در بود آقان دیگه. هم یه مدل عمل داشتیم دیگه. حالا من الکل و اونا و فلان اینا. بعد برگشت گفت پسر جان هنوز بازی تموم نشده که. به قرآن مجید اینو من یادمه اصلا حاجی، انگار این یه دونه نایتروس وصل کرد به من این حرف. تموم هم نشد دیگه. بیا 12 سال گذشت ببین کجا وایسادیم الان. به شکر الله کردم. آره بابا درست میشه حاجی، درست میشه. من بعضی موقع شب میبینی یه سری آدم ها رو ضعیف و استوری میکنم، چون حاجی من استوری نمیکنم مردم بگم بابا چرچک. بابا چرچک به عنوان یه آدم عادی برای سر منم زیاده. در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد که یه انسانی به نام آیسان اسنایی با مهربانی 7 میلیون رفیق داشت. با مهربانی، نه با هنر دیگه ای. حالا بیارین یک نفر شما بیارین تو گوگل کنین تو ایران از روز اول تاریخ ایران تا الان که با مهربانی به جایی رسید، نه با خارکسته بازی. فهمیدی چوری شد؟ حالا قدیم مثلا بود یارو میگه آقا نمیدونم این شفا میده فلان میکنه این کس بازی ها. منظورم که میگم من کاری نیستم، با مهربانی داشت من دارم میرم جلو. یعنی میگم امید تو داشت از دست نده. من اگه یکی رو میام اونجوری استوری میکنم چون داداش من میدونم پدر بزرگ اون طرفم خوشحال میشه. اون بچه ذوق میکنه، مادرش میگه، مادرش به مادر بزرگ پیرش میگه کی هست فلان، خدا پدرشو بیامرزه، خدا حفظش بکنه. من دنبال اون دعام، نه از اون بچه. من دل اون بچه رو میخوام شاد بکنم، حالا هر کسی که هست. ولی من میدونم تا شوهای 3 کیلومتر دور و برش
آدمای ضعیفن، فک فامیلاشن، این بچه خوشحال بشه برای من دعا میکنن. بعد یادت باشه حاجی، آدمایی که وضعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. کسایی که ندارن به خدا وصلن. اون خانومی که من میام مثلا زندگیشو میذارم نداره، با ناچاری با غیرت داره کاسبی میکنه، اون کل اعضای خانوادهش دست به آسمانن، یعنی انرژی داره رد و بدل میشه. من با یه حرکت اون انرژی رو اون روز میارم برای خودم. برای چی آقا باید بخیر نباید بشم؟ بازی رو بگید، بازی رو بگید. چرا ما در مبحث عاقبت بخیری باید خودمون رو کسگیر بیاریم؟ مگر زلال احکام به چه کسبازی‌های متکی کرده است؟ چی هست زلال احکام؟ کلمه بدی نباشه، مشهر شه، شر نشه. آقا چاکر رفقا، من و دوستم جوجو داریم با هم میریم یه صبونه بخوریم. حاجی هم داره چیه نگاه، حواسم نبود با روی دادم. حاجی هم داره غرش کنم پشت سر میاد. حاجی غرشی داره پشت سر میاد. آره داریم میریم یه صبونه و اینو پوشیدم و خوشگله. اینو ببین، این چه تیپی برای شما زدم امروز طلا جواهریش کردم. آره حاجی داره چیکار میکنه؟ دختره در دیوار داره عکس میگیره. دیوانه هم مردم بود. این یکی از فامیلای ماست، اومده اینجا برای چیز مدرکشو بگیره، مدرک تحصیلیشو. حاجی خیلی سرحال بودم صبح، فیتیرم یهو خوابید، نمیدونم چرا، فکر کنم گشنمه واسه اون احتمالا. حاجی رو نگاه کنی چه غرش کنان داره میاد. حاجی آقا حاجی با ماشین خودش بود، من و این دوستم هم خدمتی منه. این دوست من هم خدمتی من اومده چند روز پیش من خودم آمریکا خدمت میکردم، زن و مرد قاطی بودیم دیگه. ما اون موقع رفته بودیم با اینا توی عراق برای شکار آهو با حاجی. الان در لامبورگینی واشد بود، کی پیاده شد تو اینا که من نها کنم کی رو برون نشسته از بچهای جهاد اسلامی، امیه و سمیک. سلامتی. این تنها سپاهیه که بچه‌ها مشروب میخوره جلوی دوربین. چرز این از نینوا به این ور فقط آب میخورد. آقا مموسا رو زدیم با سامیار جون هنوز همسایه ماست دیگه، 5 دقیقه ماست. هیچ انسانی الکی هیچ جا نیست. این سامیار به من ثابت کرد از ایران اومدن تا اینجا، خدایی میگم. الان حاجی میگه سامیار خوب بخور، فردا 12 مایل قرار راه. حاجی از بچه‌ها بیگاری میکشه. آقا من جسارت به عقاید کسی نمی‌کنیم. اومدیم اینجا با سامیار، میگم اینجا شبیه کوفه است انگار. سامیار میگه آره منم احساس کردم که ابوبکر میتونه اینجا. آخه اسما رو نگیم شر میشه حاجی. آقا منظوری نداشتم، اون موقع داستانی نشه. ای ابن ملجم.
آقا بدون شما که جلو نمیره. اینو میزنم سلامتی اول شما، شادی برای خانواده، عاقبت بخیری و کس خار غم. اینو میزنم سلامتی کسایی که تو دنیای مجازی خیلی خاطرخواه دارن و ولی تو دنیای واقعی از همه تنها ترن. فینیتو کوسیتو. They can see my brother because they can't go to Ukraine. آقا با حاجی اومدیم یه تمرینی کنیم بریم شام بریم. ارزش داداشی فراموش نشود. آقا این حرکت رو تقدیم میکنم به تمام خیاطان کشور، خانوم و آقا. حاجی میخوای سهیم باشی تو این بخش خیاطی یا نه؟ این داره چی کار میکنه؟ که گرد زنده بگیر. حاجی کف کرده که من دید. حاجی این دایی دوتایی کف کردن. حاجی رو میگم دوتا جوجوه، یکی تو رو شیر بده، میگه پسره داره یه تمرین میکنه. حاجی میگه نه، میگه من تمرین کردم، من شیر لازم هر دوتا رو. 4 ساعت و نیم حاجی تمرین کرده امروز. حاجی بالانس درجه رو باید بریم. آقا اومدیم خونه حاجی، دیدیم پرستوی نظام اینجا نشسته. سامیار جون رفتم پیاده روی 9 مایل. اینجا میخواد گل بگیره سامیار. سامیار استاد گل و گیاسیه، میخواد اینجا برای حاجی میخواد گل بگیره اینجا. بشین اینجا، بشین چرخ خواهی سامیار. نه با اون هر روز حاجی میشینه گل کسی هنش جان. چرخ خودم چرخی بکن. حاجی داره ساق جمع میکنه برای مسافرت. سامیار 9 مایل راه رفتیم با مردونی بود. فردا بیشتره. فردا بریم انشالله برای 20 مایل به آخرم تقدیم بکنیم به نهاد ریاست جمهوری. در واقع کوله بوی نم میاد تو خونه. آراش خونه بو نم میاد. آراش چی؟ خونت بو نم میاد. اینا رو چرا میگیری الان قاطی میکنه؟ آرش اینا رو میخوای؟ این پروتئین بالا رو، اینا رو بیا من دو تاشو میبرم. 2 تا نمیخوام بابا، الکی نکنم کشته. حاجی آقایون داره میره. این چیه؟
داره میره برای جای برفی، ولی من این از ایناست که گرم میکنه، ولی من مطمئنم حاجی ما اونجا گشنش میشه اینا رو هم میخورم رو. این رفته چی لباسای اسکی خرید نقاطی میکنه. آرش چی اینا رفته خریدی؟ بابا مال بهترینه بابا مال اینا رو در بیار بابا ولش. سلام خدمت عزیز جانهای آیسی عقاب. بچه ها میگن داش آیسان جان، من میگم جان، میگن کون باره امشب که داری میری بیرون چه تیپی برای ما تهیه کردی؟ بچه ها اسم این تیپ رو من گذاشتم کسی خالخالی بچه ها، ولی این کلمه زشتی که شما فکر میکنین نیست، این یه رمز بین من و رفیقای من. تیپ رو بین حال بکنین. نه کن تیپ رو داری؟ کف کن تیپ رو. اینا رو میده اینجا رو بین ساعت نداشتم که تیپ زینتی هست. حال کن تیپ رو بیا. این خوشیب هستم نه جان قدیر. راه بینم این زیر پوشا پوشیدم زیرش خودخورون دوش امشب. دوش ملت دیوانه بشن. خوش تیپ اما قربونه دمت گرم. داشتم میرفت تیپ داری که حال بکن. تیپ شاهنشاهیه. میبینی رجال زاده رو میبینی همون طلا جواهر سرکله این مال کادوهای نوه انور سادات برای تولد من برای من آورد. اینجا لباس که پوشیدم کثیف شد. بعد بدم میاد از کثیفی. قبل اینکه برم دوست دارم قشنگ تمیز بکنم که عروسک بشه که میام خونه. میبینی مثل کارواش خط میندازم روی خطا رو ببین مثلا تمیز اینا. بعد داداش جاورقی قشنگ گوشه موشه همه جا. خیالم راحته داداش دیگه. الان دیگه تعودم همیشه اینجا روشن بوی خوب و اینا. جان قدیر تیپم خوب است. آره یا نه؟ تیپم قشنگه. اینا رو داری؟ همه چی دارم نمیذارم که میخوام باید بدبختی بعدم بفروشیم اینا رو. آره مکرتم. I love you همتون. عکس قشنگ شده فردا پست کنم به نظرتون؟ انصافا عکس قشنگ شد. عکس گرفتم تو خونه قشنگ شده فردا پست کنم. آهنگ داری؟ آقا یه ویدیو گرفتیم پاکش کردم واسه مسائل امنیتی. حاجی دیدم گفت سیاسی چیزی نگو. در مورد بچهای بوسنی هرزگوین بود. داره آقا اینو میزنم سلامتی جمع. اینجا با حاجی هستیم. اتصالی قبلی بودم حاجی عزاداره. یه دونه سگ داشت جکس. الان یادش اومد میگفت این سگ پشمالو بود 40 سال پیش شمال. میگفت من این سگ داشتم سگ مرد. جگی با آقا مهدی و خانواده همه دستجمعی اومده میشه. اون سمت نمیشه گرفت. اون سمت مهدی خیلی غیرتیه اصلا امکان نداره اصلا. و من هم اینجا یک دوستای حاجی اینجا هست زیاد نمیگیرم. آره من هم که همیشه تنها دیگه طبق معمول. اینو سلامتی شما آقا. سلامتی جمع. حاجی جان سلامتی. بچه ها میخوام یه مقدار رقص و پایکوبی کنم به این آهنگ. Alessandro حال کردی؟ چه رقص کابویی برای شما کردم. بیا بریک دنس حال کن. آقا تو رستوران نشسته بودیم. بعد حاجی گفتم حاجی گوشیتو بده به من. بعد اون عکسو که من گرفتم
عکسی که گذاشتم از گوشی حاجی من گذاشتم، بعد آخر عکس خودم گذاشتم با آخریه. آره دیگه باحال بود دیگه. آره الان برگشتیم خونه، بعد go change and come. اوه تو مخ داره میره رو. عکس قشنگ شده مال حاجی من، آخر منم. این دوست من تو اتاق، من اومدم بیرون نشستم اینجا برای خودم، هوا ابری، خیلی ابری هوا امروز، اینا اینجوری تو حال خودم هم دیگه نشستم، همه دیگه تو لکم برای خودم دیگه، تو لک میره آدم. آره خیلی مردم حاجی به من علاقه دارن، حتی خارجی ها حاجی. من یه چیز من هست، یه جای من به جا وصله و این میشه حاجی تو کسچر بگم اینجوری مردم خوششون بیاد. آقا کدوم کسخلی از فوش خارکسته خوشش میاد؟ آقا اصلا تو بدی اوکی، آقا برای چی من بدم اوکیه؟ من چیم آخه؟ نه این یه کسبازی هست، یه جا وصل مسله. ما فکر کنم موره پوره از آسمان مورا بردن اینجا میگن خارکسته بتازیم مدت با تو رو ببریم. فکر کنم من زیاد دارم بپر میکنم، میخوام من زودتر ببرن، نمیخوام بیام نگاین منو. حاجی بعضی موقع به خدا میگم خدایا ما با هم خیلی رفیقیم، خیلی کنده بازی ها من تو با هم در آوردیم، مردم نمیدونن. چون تو کره زمین با ایلان ماسک اینا هم که خارکسته هم مایه، اونا فقط پول دارن دیگه. چیزایی که من و تو بین هم داریم و کی داره حاجی؟ اون کسمشنگا اصلا مغزشون به اونجا نمیکشه حاجی. هنوز که هنوزه 1 سال و 1 ماه رفیقای مثل شما پیدا کردم، هنوز چیزی نگرفتم، پرچمی در دست که بگم خب من زیر این پرچم دارم این راه رو ادامه میدم. نه هیچی. من شهروند هستم، به عنوان یک شهروند بغل شهروندای دیگه هستم. چه میدونم نرفتم یک حرکتی بکنم بگم خب آیستان اسلامی شد بزنم بازیگر دیگه. نداده چیکار از هیچی، کسخل کسمشنگ تنها شب تا صبح هر 5 دقیقه یه فازه. چند سال اینجوریه؟ الان 10 سال کسمشنگ دیوانه شده اینجوری، موها سفید با اصلا نمیدونم چی می‌خواستم بگم به اینجا کشیده شد. آره بودم مثلا موهام سفید شده اون موقع دیگه پیر شدم. آره میگم حال میکنم، هیچ عجله‌ای برای تموم کردن این لگسی ندارم، این راه، این نه لگسی رو ولش کن، هیچ برنامه‌ای برای تموم کردن این مسیر ندارم. میفهمی چی میگم؟ من خیلی هم حساسم. کجا برم؟ از چی خبری نی آخه که پول در بیارم، نمیدونم بازیگر بشم، نمیدونم فلان کارو بکنم، با فلانی بالا پایین کنم، منو بشناسم. به درد چیه من آخر سر میخوره؟ من بخوام روی چمن دراز بکشم آخر یه پشه تو گوش من بره اینجوری کنم، اون چه اسم و رسمی آخر؟ اسم کجای دنیاست برار جان؟ آجی کسایی که هنوز با خودشون یه سریا ندارن، نشدن، ندیدن، آرزو دارن، خدا پشت پناهشون، ولی کسایی که صورتتون پر نور، مورد توجه خداوند هستین، که بنده های دیگه خدا انقدر شما ببین شناختن انرژی برای شما میفرستن، اون خودش پرایسلس، یعنی اصلا قیمت نمیدونی روش بذاری. تو حتی من آیسان اسلامی هم میگن آره آیسان 1 سال پول در نمیاره از اینستاگرامش. بابا کسخلم مگه من انرژی که الان دارم میگیرم قیمت نداره اصلا. من دارم یه کارهای تاریخی تو ذهن خودم برای خودم انجام میدم. اینا میتونه یه موزه‌ای تو ذهن من بشه، بگم اینا میشه آیسان این موزه‌ایه که در ذهن تو همیشه از تو این کارا رو تونستی برای خودت انجام بدی. این ارزش داره برادر. پول بابا کیرم تو پول بابا. حاجی من پولدارای نفهم زیاد دیدم، واقعا نظرم عوض شده. خیلی پولدار دیدم بلا نسبت. الانم که خلاصه برای خودم 4 تا رفیق بیشتر دارم مثل شما، بیشتر بالا پایین میکنم.
نه بابا ازدحام کسمشنگم برادر جان، اصلا غصه نخورم پایینی، هیچ خبری نیستیم بالا. من اینجام دیگه، من نماینده شمام دیگه، هیچ خبری نیست برادر. کسایی که پایین مثل من اومدن فقط یه موزیک گوش میدیم یاد همونجاییم، نه پایین بیپولی و بدبختی، نه پایین زن خرابات اون پایین. آره میگم این خانواده ها که بچه های سینه سوخته دارن، بچه های لیسانس خیابون دارن، مادر پدرهاشون خیلی منو دوست دارن. عجیبه، بوداره قضیه، بوداره. یه دو تا جوون ترند ایرانی که واقعا هر کدوم تو رشته خودشون صاحب سبکی هستن برای خودشون، هر دو امشب یه تکسی به من دادن. یکیش 6-7 روز پیش داد، من ندیده بودم. یکیش همون ثانیه داد، من دیدم. هر دو زدن که جدا جدا زدن که مثلا داشتای سامان از من 10 سال 15 سال کوچیک‌ترن، ولی هر کدومشون نامبر وان ایرانن. همین الان امروز که باهات صحبت میکنم تو رشته خودشون نامبر وان ایرانن، یعنی عجوبه شدن تو ایران اینا تو یک ماه تو اینستاگرام، با نه که فقط تو اینستاگرام، با تالنتی که دارن. هر دوشون گفتن آیسان مادر من مثلا تو رو خیلی دوست داره، خیلی تو رو دعا میکنه. به روح مادرم اگر بگم پول ایلان ماسک رو بهت میدیم یا اینو میخوای، به قرآن مجید به جان قدیر پول رو نمیخوام، اینو میخوام. این یعنی آیسی عقاب تمام نشدنیه. یعنی من ثروتمندترین آدم کره زمین هستم همین الان که با شما دارم صحبت میکنم. بابا الان داشتم میومدم تو رستوران که میدونی که عاشق منن، بغل بوس بالا پایین، اینقدر با اینا خوش برخوردم، اینا محبت میکنم به مردم، وظیفه منه. بعد تو راه داشتیم میومدم دیدم یه ماشین وایساد، دیدم 5-6 تا بچه آمریکایی، بعد یه پسر جلو نشسته بود، یه دختر بلوند رو پاشه. بعد شیشه رو دادم پایین، گفت حاجی فارسیش هم خوب نبود، گفت من تو رو فالو میکنم. گفتم بابا دمت گرم. بعد این دوست من، این خانومه که پیش من بود، من گفت دم آیسان ایول مثلا تو رو میشنم. گفت اون دوست من عقب بهش گفت مثلا اینو شناختم به انگلیسی دیگه. بابا چیزی من خدایی چیزی فکر نمی کنم باشه من بخوام بهش دست پیدا کنم. حالا دیگه یه کس خوبو من بخوام چی کار؟ خدا شاهده میگم به قرآن. حالا هالیوود که میرم عجله ندارم، هالیوود دیدم سمبولاتران میرن، بعد من برم جلوی یه کارگردان 5 دقیقه بخوام حرکت کنم، کارگردان خارکوس پریود میشه حاجی. من این که بلدم دیگه. بابا 7.5 میلیون نفر اینور، 10 میلیون نان فالوور، 20 میلیون نفر با مرغ و جوجه خونه شما من میشناسن. من دوست دارم، من صحبت میکنم بلدم تحت تاثیر قرار بدم ملت ازدحام و فلا اینا. بعد من میشه جلوی کارگردان نتونم صحبت بکنم. بعد من الان عادی پول نمیخوام در بیارم، من اونجا جلوی کارگردان بخوام مایه در بیارم با برد پیت اینا خارکوسته بخوام کل بیفتم، خاره همه من میگم راحتی. بعد این اینستاگرام برد پیتی کی میگاد مال من ایرانی هم الان چی نشد 100,000 تا کامنت، 2 میلیون 1 میلیون لایک. هنوز نرفتم تو خارکوسته جلوی یه لنز دوربین کار گریه دار در بیارم، فهمیدی؟ بعد منم بلدم دیگه، کارهای وطنی فلان، کارهای وطنی رسانه‌ای، کارهای رسانه‌ای بشه فلان اینا. بعد صحبت میخوام برم بکنم اونجا توی هالیوود، اول از همه مردم ایران و چند تا ایرانی رو تگریه کنن، مثلا برای آزادی های ما ایرانی ها کسیکون رو جمع کنین، خارکوس ها برین دیگه فلان. از این صحبت ها بلدم ماجی. صحبت های مثلا سیاسی میکنم، فشموش میدم، اینا زیاد نمیرم مردم خسته بشن. به آگاهی دی خارکوس ول کن، مگه اومدی کسکش اینجا، مگه شبکه خبر خارکوس اومد اینجا موزه رو بگیری، یارو مجسمه لوور چیه خارکوسه رو بگیری بری خونه، مال نوبل دیگه، مجسمه همین مال کسکش صاحب میدن دیگه، مال فیلم بازی میکنی چیه؟ کن مجسمه کنه، کل کیر خرکوسی. عجیب باشه، مجسمه کله گرفتم. خدا بدونه
بچه ها تو خونه است، نمیخوام شکار کنم امشب، حال ندارم، خستم آجی، دپرسم آجی، خستم از زندگی، خدا شاهد اینا، خستم آجی. آجی زندگی من دور تند خارکسته، زیاد جالب نیست، این چیزا به درد نمیخوره آجی، شهرت و پهرت و این کسی. با من چی کاره مملکتم، با ول کنم، ولش کن برادر. آقا میگم از فردا، الان گفتم چی کاره مملکتم، یاد تتلوی بنده خدا افتادم بیچاره رو. خدا شاهد، به ابوالفضل یهویی همین الان به جان قدیر یادم افتاد، گفته بود که من فوش میدم این فوش میده. میگفت که ما فوش میدادیم، میگفتین اخیه این پسر شمالیه کونکش فوش میده، همه میگیم به به چه یه جوری که خواهیای خودش هم جفت شد. بعد یکی از بچه ها برای من فرستاد، گفت تولد چه حرفی بود زد؟ گفتم کسکش راست گفتی که با خواهی من جفت شده. بیچاره را آقا فردا شروع کنین اسمشه بیاریم بزنین بچه در بیاد، گناه داره، مادرش خواهرش اینا خیلی اسیرن آجی، من میدونم اینا به خودم هم به جان قدیر مثل بدتر از من، اینو فردا بیارنش تو دور بز بیاد بیرون، والا خدا شاهده. بیچاره من چون خودم آدم مودی هستم، 5 دقیقه این برم 5 دقیقه اون برم، منم میدونم دیگه این بنده خدا تو 5 دقیقه خوبش تصمیم گرفت، مثل من کسمشنگ، مثلا تو 5 دقیقه خوب تصمیم گرفتم امشب مثلا بره بیاد اینجا، ولی الان تو 5 دقیقه بعدم تو این سرما مثلا یخ خواهرم گایده شد، از سرما بیرون نشستم چون نمیخوام تو خونه برم تا اون 5 دقیقه خوب من بیاد. از فردا عکس مکسشو بذارین، آهنگاشو گوش کنین، خدایی استوری بذارین، از این هشتگ‌ها بزنین، فری تتلو فلان، گناه داره بابا. بذار اون 5 دقیقه خوبش بیاد، بذار بیاد بیرون اونجا برای خودش باشه دیگه. به جان قدیر دلم برش میسوزه، با ابوالفضل قسم، خوار مادر دروغگو گاییدم. آره دیگه من دارم میرم بخوابم دیگه آجی، دیگه خسته شدم، خوارش گاییدم، امروز اصلا حال ندارم آجی، امروز زیاد میگم حال ندارم، مثلا لباس پوشیدم، خوشحال بودم، تیپ زدم جلوی دوربین فلان، ولی الان آجی هیچ حس و حالی برای فردا ندارم ناموسم. پس چی میخوای کسکش؟ پس چی میخوای خار کسکش؟ 60 تفنگ تو خونه است کسکش، پس برو بگی بزن تو کلت اگه خواهی داری، اگه نداری که کس ننه بشین زندگی تو بکن. بس من زندگی میکنم اوکی آقا، بس من دیگه تصمیم میدم زندگی کنم. آره بذار من برم رون این بره رو سرخ بکنم بخورم، الان یه زیر پتو برای خودش خوابیده، برم این اول با تفنگ دلول اینو بزنم، بعد مثل یه پلنگ برم این. نه من عقابم دیگه، نه امشب حال ندارم عقاب باشم بچه ها، امشب میخوام هشبا باشم، میخوام با هر یه دونه پا یه دونه گاز بگیرم.